نفس انسان هم ضرورت داره که باید قیچی کاری شه، شاخ بوری شه، اگر نه خیلی دیگه دعوت میشه. خیلی این نفس یک قدرت داره که انسان را در مقابل خدا استاد میکنه. همیشه فکر نکنید که تنها فرعون در مقابل خدا استاد شد. در دوسیه زندگی هر کدام ما سرنهایی است که ما در مقابل خدا استاد شدیم، اما مثل فرعون وارد دعای خدایی نکردیم. دو گزینه پیش ما بوده، یک گزینه خواسته های نفسی و یک گزینه رضای خدا. خواست خدا رد کردیم، گزینه نفس انتخاب کردیم. کل ما در زندگی خود شنار زیاد داره، خیلی زیاد داره. دلیلش چیست؟ نفس آدمی است. نفس باید زیاد شناخته شود. هر چی که بشناسیمش هم بازم فکر کنید که نشناختیم. نفس را از 700 سر از در رهزنی، هر کدامش با 1000 ماه و منی. گر سر را بگیری زیر سنگ، 100 هزاران سر رویت رنگ.